شماری از مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت بغلان برنامه را درباره فرایض و فضیلت‌های حجاب برگزار نمودند. مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و عالمان دین حجاب را یک فریضه اسلامی دانسته و به مراعات و حفظ حجاب تاکید ورزیدند. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان حجاب را یکی از فریضه و فضیلت الهی دانسته و درباره ارزش حجاب در اسلام صحبت کردند. ریاست امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در ولایت بغلان برنامه ای را درباره ارزش و جایگاه حجاب اسلامی در دانشگاه بغلان برگزار نمود. در این برنامه شماری از مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر، عالمان دین و شماری از دانشجویان شرکت نموده بودند و پیرامون ارزش حجاب در دین مقدس اسلام سخنرانی کردند. حجاب وسیله است که یک زن را در نزد الله و در نزد معبودش با ارزش و بهترین انسان جلوگر می سازد. و مورد دیگری که باعث مسئولیت زن میگرده و این حجاب است که وسیله مسئولیت میشه، این است که عزت نفس زن بیشترتر میگرده. در صورتی که زن عفت و پاکدامنی خود را حفظ کند، این معلوم دار است که عزت و عفت زن که باعث ساختار شخصیت زن میشه، این باعث میشه که عزت نفس بالا بره. مسئولان امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در این برنامه دینی حجاب را یک ارزش بزرگ اسلامی می‌دانند و از بانوان می‌خواهند که حجاب اسلامی را رعایت کنند. این زندگی و آرامی هیچ وقت با پول و پیسه نمی‌آید، با قدرت و چوکی نمی‌آید، با خواندن نمی‌آید، فقط از طریق رضای خدا می‌آید و بس، دیگه آرامی نداره. ورنه سرمایه‌دار خیلی انسان‌ها هستند، دکاندارها هستند، تجارت‌های بیرونی دارند، اما آرام نیستند، صحتشان برابر نیست، آبروشان، عزتشان، زنشان، نواميس ملیشان در خطر است. کی آرامی را میده؟ الله آرامی میده. و ما آرامی خدا، سکون خدا، اطمینان خدا، امنیت خدا از آدرس قرآن و دین و عمل کردن به فرامین الهی میتونیم پیدا کنیم. لذا خواهران گرامی، به حجابی که در 7 آیه قرآن عظیم شان آمده، 3 آیه در سوره نور است، 4 آیه در سوره احزاب است، بیشتر از 70 حدیث است در ارتباط حجاب. به این مراعات کنید. ما به شما آخرین پیام می‌دیم. بیبی های محترم، بیبی های محترم، خواهران گرامی و عزیز، خواهران دینی هم، پیام من به شما نیست که خودتان کار شروع کنید. برادرای دارین، مادر دارین، خواهر دارین، خیش دارین، از اونا آغاز کنین، کار آغاز کنین. تنها کشلی مردها نمیتوانند که دنیا را تسخیر کنن و حکومت اسلامی همه جا منتشر شود. بین شما خودتان اقدام کنید، درس قرآن عظیم شان بخوانید. حجاب شرعی او د هغې نه وروسته تاسو به د ټول ملت طبقې و ناس دپاره داعیانې جوړېږئ. تاسو به د هغوی اذهان خلاصوئ. په دې ملت باندې محترمو 20 کاله ډېر زهریله تبلیغات سوي دي. دا ملت ډېر د کفارو د اثر لاندې و. دې ملت هیڅ قسمه استقلال نه درلوده. زمونږ خاوره اشغال وه، زمونږ عزت ته وفته د اشغال و، زمونږ په دین باندې تعرض شوی و، زمونږ په عفت و عزت باندې الحمدلله نن مونږ ته د ژوند په هره برخه کې استقلال نصیب ده. د دین ازادي لرو، د بیان ازادي لرو، د حقوقو ازادي لرو، د هر څه استقلال مونږ ته حاصل دی. اشتراک کنندگان در این برنامه همچنان حجاب را یک فریضه الهی و امتیاز برای زنان مسلمان دانسته و بر رعایت آن تاکید می‌ورزند. حفظ حجاب زنان سبب استحکام خانواده هاست. حجاب سبب حفظ استقلال فرهنگی و سیاسی است. حجاب سبب آرامش و روانی بین افراد جامعه است. حجاب جلوگیری از تهیج و تحریک جنسی و خنثی نمودن لذایذ نفسانی است. حجاب سبب کاهش بی‌حیایی و بی‌عفتی است. حجاب سبب کاهش چشمچرانی است. حجاب کاهش خشونت و خشم علیه زنان است.
حجاب عامل کاهش مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی است. در پایان این برنامه برای شماری از بانوان شرکت کننده تحایف مانند کتاب‌های اسلامی و حجاب اهدا شد.